عباس شایان متولد 1276 در آمل پژوهشگر و نویسنده ایرانی بود. او برای تصحیح کتاب تاریخ طبرستان، رویان و مازندران در سال 1336 برنده جایزه سلطنتی کتاب سال شد. وی در 1 آبان 1364 در تهران درگذشت. مازندران شرح حال رجال معاصر و جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران از دیگر آثار وی می باشد. وی برای تاریخ کهن و جغرافیای مازندران زحمت‌های فراوانی کشیده است. رضا شایان حقوقدان دبیرکل جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران و از اعضای هیئت رهبری جبهه ملی فرزند اوست. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران کتابی به فارسی در شرح رویدادهای طبرستان از دوره باستان بوده است که توسط عباس شایان در سال 1333 همراه با ترجمه مقدمه در تهران به چاپ رسیده است.